فصل جوجه کشی داره شروع میشه. امروز میخوام یه دستگاه خفن بهت معرفی کنم که مخصوص جوجه کشی لاری بازا، زینتی بازا، تمام کسایی که تخمای با ارزشی دارن و میخوان یه دونش هم هدر نره بهتون معرفی کنم. دستگاه 126 تایی همون دستگاهی که تو دنبالشی. الکی وقت خودتو تلف نکن. این دستگاه امتحانشو پس داده. جنس بدنه این دستگاه از PVCه که قابل شستشوه، خودش هم عایق دماست. تا 3 ساعت اگه برق بره هیچ اتفاقی برای تخما نمیفته. یه شاسی کشی فلزی مستحکم هم داره که رنگ کوره‌ای خورده. برگ برنده دستگاه جوجه کشی ققنوس، مخزن آب 20 لیتری که دیگه وقتی پرش میکنی تا 21 روز کاری با هیچ چی نداری. دیگه هم لازم نیست هی تون تون در دستگاه رو باز کنی آب بذاری داخلش. انتخاب پرنده داره، با زدن یه دکمه میتونی راحت پرنده مد نظرتو انتخاب کنی. دیگه کاری باهاش نداری، از روز اول تا روز آخر خودش همه چیزو تنظیم میکنه. همراه دستگاه سبد شونه براتون گذاشتیم، یه دونه دفترچه راهنما، یه دونه کارت گارانتی 1 ساله بدون قید و شرط واقعی. دستگاه اینجوری بسته‌بندی میشه براتون ارسال میشه. برای اطلاع از قیمت این محصول کافیه کلمه قیمت رو برامون کامنت کنی، این ویدیو رو هم لایکش کن، برای دوستات هم ارسالش کن.